خوشبختی واقعی برای یک فرد مسلمان همان لحظه است که احساس میکنی که الله متعال در کنارت حضور دارد و تو را نظارت میکند و تو به خاطر احترامش از گناه فاصله میگیری و آن را ترک میکنی. یعنی انسانی که نه از مردم بلکه از الله رب العالمین شرم داشته معصیت و گناه را ترک میکند خوشبخت ترین مردم است. چون این خوشبختی چه لذتی دارد. طبعا انسان در پیش بزرگان کمترین بی‌ادبی را به خود راه نمیدهد. پس الله رب العالمین پادشاه پادشاهان مالک و مدبر تمام کائنات که شنوا و بیناست و در همه حال انسان را میبیند و میشنود حقناکتر است که از او شرم داریم و به گناه دست نزنیم. ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید هر کسی که به هنگام معصیت و گناه از الله متعال شرم دارد الله رب العالمین در روز قیامت شرم می دارد که او را عذاب کند. و هر کسی که به هنگام گناه و معصیت از الله رب العالمین شرم ندارد الله متعال در روز قیامت از عذاب کردن شرم نمی دارد. خدایا ما را شرم و حیا عطا فرما، شرم و حیایی که ما را از گناهان باز دارد. آمین یا رب العالمین.